این نوزاد افغان را که طبیبان تاجیک از بیمارخانه مرکزی ناحیه شمس‌الدین شاهین نجات دادند، والدین امامعلی نام گذاشتند. این اسم پرزیدنت تاجیکستان است. سه روز پیش با راه جراحی او را از شکم مادرش بیرون کردند. برای او هنوز معلوم نیست که در آینده نام چهره اول سیاسی این سرزمین او را به کدام اعتبار می‌رساند. ساکنان این منطقه سرحدی اعتقاد دارند که نام نیک نیم دولت است. جناب مولی امامعلی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان برای ما معلوم خدمت میکند دیگر برای مریضای ما مشکلات ما را میکند به همین حساب ما نامش امامعلی می‌ماند. ویسیدین ولد زین‌الدین ساکن دهه چشمه توتی بدخشان افغانستان است که از مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین با ماشین تا آنجا 2 ساعت راه است. حالا بعد عمل خوبی جراحی و بهبود شدن وضع سلامتی همسرش شوخی میکند و شاد است. چند روز پیش وضع دیگر داشت. نمیشه دیگه فوت میکنه نمیشه. ساعت 5 بجه کسل میشد در کلینیک خدمت شفاخانه بودیم. ما ساعتهای مکتوب دادن طرف سرحدی و کمیساری با اجازه دادم دیگه ساعت 4 و 3 و نیم برای حرکت که اومدیم اینجا. جوانی 8 بجه عملیاتش کردم. امامعلی فرزند نخستین در این عائله است. مادرش حالا بعد جراحی فرعی صحبت کردن ندارد. نامتان چی است خواهر جان؟ مریم بیبی کی؟ طبیبان میگویند وضع او و پسرش معتدل میباشد. 35-36 هفته نهی و نداری او عمل جراحی گذارنده که عمل جراحی گذارنده نقض میباشد. ولایت بیمار مطابقت میکند با حجم جراحی گذارنده شده. ولایت مادر کودک حاضر خوبتر بهتر است. بر طبق موافقه اداره‌های بهداشت تاجیکستان و افغانستان، بیماران محتاج به یاری تجلیلی از نواحی سرحدی با رسمیت آسان به بیمارخانه‌های تاجیکستان انتقال می‌یابند. چون که در آن سوی مرز طبیبان کمچینند و راه تا مرکزهای مأموری دور بوده آوانی فصل سرد بسته می‌شوند. طبابت شهروندان افغانستان از طرف فاند آقاخان مبلغ گذاری می‌شود.